السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران علی اسلام، قبل از همه شما و در سیمای شما اهل خانواده و فرزندان و پیوندان و نزدیکان و دوستان همگی رو و مناسبت آمدی روزی سعیدی فطر و دهه اخیر از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم. خداوند عزوجل این چند روزی محدود انگشت شماری که از ماه مبارک رمضان موندگی هست و عید سعید فطر که در عرفه‌اش قرار داریم، خداوند عزوجل مبارک و برکت برای همه ما و شما و امت اسلامی مبارک و برکت نصیب روزی بگرداند. رمضان گذشته در پهلوی ما و شما از پیوندان و نزدیکان یا که از قوم و جمعی که در همین مسجد بدن در رمضان گذشته حالی می‌بینیم که زیر خاک هستند. خدا رحمتشون کنه. حالا کی می‌داند که باز تا رمضان دیگر کی هست و کی نیست؟ خداوند می‌داند، هیچ کس نمی‌داند. برای همین مدامی که پروردگار با ما و شما فرصت این مهلت رو داده است، این فرصت رو غنیمت بدانیم. چند روز محدودی که موندگی هست، این روزها رو با طاعت و با عبادت و با توبه و ندامت و با استغفار و با درود و صلوات پسی سر کنیم تا اینکه خداوند عزوجل عزت و برکت و سعادت و کامیابی های دائمی دنیا و آخرت نصیب روزی بگرداند. هر مسلمانی این لحظه ها رو باید غنیمت بداند، چرا که ماه مبارک رمضان خصوصا حالا از پیش شب قدر هست. شب قدر زیاده از 1000 مرتبه از دیگر شبها و دیگر حالتها و روزها و وقتها فرق میکند. باید مسلمانین را غنیمت بداند. حالا شب قدر، عبادت شب قدر پروردگار میگوید که برتر از 1000 ماه است و 1000 ماه را حساب شماری کنیم 83 سال و 4 ماه می شود. یعنی عبادت یک شب برابر 83 سال و 4 ماه. اگر حالا مسلمان نیکی، احسان، صدقه، توبه، تلاوت، درود، صلوات در اون شب یا که در همین روزها و همین شبهای اخیر رمضان وقتی که انجام میدهد، مثل این که 83 سال و 4 ماه همون احسان رو کرده ایستاده است. مثل این که 83 سال و 4 ماه اون تلاوت رو کرده ایستاده است. یا که قرآن رو تلاوت کردن نمیتواند، ولی که همین یک دریه تلفن قریب 100 تا قاری با ترجمه اش است، قرائت‌های با تجوید. وقتی که میشنوید خواننده و شنونده در ثواب شریک هستند، برابر هستند. یعنی این همه اجر و پاداش مثل این که 83 سال و 4 ماه پای در پای شما قرآن گوش کرده ایستاده اید، یعنی کلام پروردگار رو شنیده ایستاده اید. مثل این که 83 سال و 4 ماه پروردگار با شما صحبت دارد. یا اینکه 1 سومون 10 سومون احسان و نیکی به یک بیچاره و بینوا و یا که یک مسجد، مکتب، هر جایی که باشد، یک جای جمعیتی وقتی که مبلغ گذاری میکنید، مثل این که 83 سال و 4 ماه شما احسان و نیکی و صدقه کرده ایستاده اید. این هزل و شوخی نیست. این یک بهانه هست که پروردگار برای بندگان مؤمنش پیشکش کردگی است که بنده همین را غنیمت بدون تا اینکه من تو را قبول کنم، من تو را بیامرزم، من تو را برکت بدیم. 11 ماه آینده تا رمضان دیگر با برکت کنم. همین معنی رو دارد. حالا اگر این شب‌های قدر و شب‌های توقی اخیر رمضان و خصوصا شب قدر و روزهای اخیر ماه مبارک رمضان رو هر مسلمانی غنیمت بداند، همیشه با توبه، با تضرع، با تسبیح، با تهلیل، با استغفار، با انجام دادن نیکی. حالا بسیاری ثروتمندان مسلمان زکات مالشون رو در ماه مبارک رمضان انجام میدهند، زکات میدهند. این رو غنیمت بدونید. حتی اگر 6 ماه 7 ماه هم شده باشد، مونده باشد هم یا شده باشد، خوب است که در همین ماه مبارک رمضان بدهید. چرا که پیامبر علیه السلام در حدیث صحیح میگوید که هر فرضی در رمضان برابر 70 فرضی بیرون رمضان است.
وقتی که در رمضان وقتی که زکات میدهید مثل این که 70 زکات داده اید، مثل این که 70 بار زکات داده اید. پروردگار 70 برابر زیاد قبولش میکند. حالا برین ماه مبارک رمضان هر نیکی اگر از 1 تا 10 باشد، در ماه مبارک رمضان از 10 شروع میشود تا 700 و 800 برابر، یعنی تا 800 قبولش میکند. این رحمت الهی است برای بندگانش پیشکش کردگی است تا اینکه بندگانش این فرصت را غنیمت بدانند از گناه پاک شوند. حالا گناه 30 ساله و 40 ساله و 50 ساله و 60 ساله و 70 ساله دارید، صادق باشید در همین دهه اخیر چند روزی محدودی ماندگی رمضان اگر صادق باشید صدقاً توبه کنید، خداوند عزوجل 60 70 ساله گناهی کردگیت رو میامرزد. مهم اساس بنده مؤمن با اخلاص تام، با کمال آداب و با کمال تواضع و با کمال اعتقاد و اخلاص و صمیمیت هر عملی که انجام بدهد خداوند عزوجل اون رو قبول میکند. پروردگار میگوید که توبه کنید توبهتون رو قبول میکنم. حالا میشود که توبه کنید صدقاً، حالا کسی بگوید که خدا قبول میکند نمیکند، نمیکند تمام. لیکن توبه کردید خداوند حتمی قبول میکند، چرا که خداوند وعده خلاف نیست. پروردگار وعده خلافی نمیکند، حتمی قبول میکند. یعنی شکاک نباشید، شک نداشته باشید، متردد و دیدله نباشید. هر نیکی را کردید انیق. و پیامبر علیه السلام میگه که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقتی که میگوید شما روزه رو از روی ایمان اعتقاد اخلاص وقتی که روزه رو میدارید و امید اجر و پاداش پروردگار میکنید، پروردگار تمام گناه کردگی شما رو میامرزد. میگوید مگر حق انسان باشد، یعنی خصوصا در شب قدر دعای همه مستجاب است. خداوند عزوجل در دل کسی ندازد به شما یگون کمک میکند نمیکند. اگر فرزندی پدرتان باشد خدا نشان ندهد و در دل او میدازد که به شما کمک میکند، پس این نعمت الهی است که برای شما به واسطه بنده ایش میرسد. پس اون بنده رو شکر بگویید و از پروردگار برای اون خیر برکت بخواهید. حالا که خداوند عزوجل میارد اینجا که امام خطیب یا که رئیس شورا یا که مفتی یا که از خدا و رسول خدا چیزی میگوید، این هم یک مرحمت الهی است که میاردد اینجا که گوش کنید. همه گپا در زندگی و در دنیا و آخرت اون زیر خاک در کارت میشود. این همه تصادفی نیست، هیچ کار در زندگی تصادفی نیست. حالا که اومدن شما و نشستن شما و گوش داختن شما و یعنی اهمیت دادن شما، این رحمت الهی است، خصوصا در این روزهای اخیر ماه مبارک رمضان. این همه رو باید که مسلمان قدر کند، این همه رو باید شکر بگوید. اگر میخواهید که هیچ نعمتی از پیش شما دور نشود، از اون نعمت محروم نشود، تمام نعمت رو شکر بگوید. نعمت هدایت، نعمت اسلام، نعمت قرآن، نعمت ماه مبارک رمضان، نعمت سجده که میکنید، نعمت شکر که میگویید، این بهترین نعمت است. بگویید پروردگار شکرانت که شکرانت میگویم. اگر همین شکر گفتن رو پروردگار در ذهن و روح و روان شما جای نکند، شما از کجا شکر میگویید؟ نمیگویید شکر. کم نیستن انسان‌هایی که عموما شکر نمیگویند. همه چیز دارن لیکن چنان حریص، چنان سرسان، چنان سرگردان، چنان آواره، همه شکایت، یک بار شکر نمیگوید. یعنی این شکر گفتن پروردگار، بگوید که پروردگار را شکرانت که شکرانت کردم، پروردگار را شکرانت که سجدت کردم، پروردگار را شکرانت که روزه گرفتم، پروردگار را شکرانت که توبه کردم، پروردگار را شکرانت که استغفار گفتم. این همه هدایت پروردگاری هست و این همه نعمت الهی است. این همه نعمت رو باید که مسلمان قدر کند. حالا گفتم که زکات، وقتی که انسان زکات میدهد، این شکر اون نعمت دارندگی و ثروتمندی با عمل، در عمل. شما دیدید همون دارنده و ثروتمند یا صاحبکاری که همیشه زکات میدهد و هر جای جمعیتی سهم دارد کم شده باشد نمیشود. مدامی که برادران اسلام خوب دقت بدهید، مدامی که مسلمان به خاطر خدا میکند،
تمام نیکیش رو پروردگار اون بندهش رو هرگز کم نمیکند، هرگز کم نمیکند، هیچ وقت کم نمیشود. حالا بعضی‌ها رو میبینید که یکی بالا و یکی پایان، انا همون ناشکری و ناسپاسی، مغرور شدن انسان ناکامی که همه مغرور ناکام و ناموفق است. مؤمن هیچ وقت باید مغرور نشود. مؤمن باید در تمام نعمت رو باید شکر بگوید، شکر زن و شکر فرزند و شکر خانه و شکر کشوری آرام. و نمیبینید کشور رو تیر تو بریده ایستاده است از طور سری مردم شهروندانشون. خدا حفظ کند، خداوند حفظشون کند، خداوند نگاهشون بدارد، خداوند جزای ظالم رو بدهد، پروردگار ظالم رو زیر پا کند و اون مظلومان رو خداوند عزوجل عزت و برکت بدهد، نصرت و عزت بدهد. همین است برادران اسلام. هیچ چیزی در زندگی به نتیجه و به خلاصه و به تأثیر نیست. همه چیز تأثیر دارد و همه چیز نتیجه دارد و همه چیز آینده دارد. هر چیزی که امروز دارید نتیجه ها و مهنتی گذشته اتون هست. برای همین همه رو قدر کنید، شکر بگویید، هیچ وقت کم نمیشوید. و این چند روزی اخیری ماندگی ما این مبارک رمضان انگشت شمار روزها ماندگی است و خصوصا شب قدر و شب‌های عبادت کنید، دعا کنید. ما این مبارک رمضان ماه دعا هست، ماه اجابت دعا هست. برادران اهل اسلام بسیاری مشکلایی که نه به مبلغ و نه به دنگده و نه به دواده و نه به تلاش و دیگر نه به طبابت برطرف نمیشد، با دعا پروردگار اون رو برطرف میکند. فقط مهم اساس اخلاص داشته باشید، با اخلاص تمام، با کمالی آداب، یعنی اون دعای از عمق قلب، خصوصا در تنهایی که خودت هستی و پروردگار در اونجا از پروردگار طلب کن. پروردگار هیچ وقت رد نمیکند. حالا فطر روزه هم که هست واجب است که تو پیش از نماز عید داده شود. بعد از نماز عید داده تمام صدقه عادی می شود. از فضیلت و از شرافت و از اون خصوصیت مخصوصی فطر روزه انسان محروم میماند. برای همین فطر روزه برای انسانایی که دارندگی اولیه دارند 7 سومون است و برای اونایی که ثروتی از 100,000 و 200,000 سومون زیاد دارند برای اونا به حساب مویز 72 سومون است. سر هر فردی عائله، چی خردسال باشد چی نوزاد باشد، حتی همون نوزادی که پیش از نماز عید تولد میشد برای اون باید که فطر روزه بدهید. چی بیماری روزخر باشد چی روزدار باشد، چی خردسالی که روزه میخورد چی بزرگسالی که روزه میگیرد. برای تمامی فردی عائله، کلانسال سرپرستی عائله باید که فطر روزه بدهد. انشاءالله این هم در عمر، هم در رزق، هم در مهنت و زحمت، هم در کسب و کار و هم در فرزندو برکت دارد، تأثیر دارد. انسان هیچ وقت برای تجربه عبادتش رو انجام ندهد، لیکن بسنجید هر کسی که داده است پشیمان نشده است. حیات تجربه اثبات کردگی هست. حالا گفتم باز تکرارم شود، همون صاحب کارهایی که همیشه دست به خیر هستند، زکات و فطر روزه و قربانی و دیگه احسان و نیکی و عبادی و یعنی در همه کارهای خیر شریک میشن. خداوند میگه و تعاونوا علی البر و التقوا، شما در کارهای خیر دست جمعانه، کارهای خیر نیک رو دست جمعانه انجام بدهید. به خاطر چی؟ به خاطر که فردا روز قیامت همونی که شریک بود در کار خیر با شما، اون میگه پروردگار من این کار خیر رو انجام دادم، حالا فلانی 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 ها با من بودن، اون نجاتی تو رو نمیخواهد، فقط اون شریک ها رو شاهد میگیرد تو اینکه خودش برای نجاتی خودش، لیکن نام در اون نیکی ذکر میشود و برای افتخار است. زکات رو با پرگی بدهیم و فطر روزه رو پیش از روز عید بدهیم و یک عائله کم بضاعت و بیچاره و بینوا و یتیم و دیگر رحم و شفقت کنیم. دانشمند میگوید اذا اردت ان تسعد فاسعد الاخرین، اگر میخوای سعادتمند شوید کوشش کن که دیگران رو با سعادتی، برای سعادت دیگران سعی و تلاش کن. پروردگار سعادت ابدی رو برایتون میدهد. دعا کنیم پروردگار رو ما این مبارک رمضان رو با تمامی
شرافت و برکات و فضیلت هایش نصیب روزی امان بگردون. همه ما رو از گناه پاک بگردون. همه ما رو از بندگان صالح مصلحت قرارمون بده. پروردگار همه ما رو از بندگان نیک و نکوکارت قرارمون بده. همه ما رو همیشه نیکی و نکوکاری و پروردگار عملهای صالح نصیب روزی امان بگردون و عزت و برکت و سعادت دائمی دنیا و آخرت نصیب روزی بگردون. خصوصا در این روزی سعید جمعه و در این روزی مبارک اجابت دعا و ماه مبارک اجابت دعا تمامی بیماران اهل اسلام را شفای کامل عاجل عطا فرما و تمام قرضداران را از قرض خجالت نجات بده. پروردگار تمام مشکلی داران را مشکلی هایشان را برطرف در عمر و زندگی و کسب و کار و رزق و روزی و مهنت و زحمتشان برکت دائمیت نصیب روزی بگردان. همه اون استادایی که زحمت کشیده ایستادن و همه صاحب کارهایی که در فعال هستند در آبادی این مسجد و مرکز و تمام مسجدها در عوض مهنت و زحمت‌ها و مبلغ‌های گذاشته‌شان مبلغ گذارانی کردگیشان پروردگار عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت نصیب روزیشان بگردان. پروردگار خصوصا برادران ما و هموطنان عزیزی ما که در مهاجرت مهنتی هستند توفیق را رفیقشان بگردان. در کسب و کارشان برکت عطا فرما. سالم و غانم بی ضرر و بی خطر پروردگار با عزت و با سر بلند به نزد پیوندان اهل و خانواده اشان بر بگردان. تمام بیماران را شفای کامل عاجل عطا فرما. هم خصوصا همه این حاضرین که به امید آمدند دست امید به سوی خودت برداشتند هر یکی امیدها و آرزوها و نیت‌های نیکی دارند همگان را پروردگار با مقصدهای اصلی و نیت‌های نیکشان برسان و خصوصا پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور و اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر عملهای صالح و نیت‌های نیکشان کامیاب و موفق بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.